الله الرحمن الرحیم. همه میزبانه دو خم اول باید گارد رو درست کنیم. 3 رقم گارد داریم. گارد پای راست، گارد پای چپ، گارد ژاپنی، دست هم جلو. هر پایی که جلوه دستش هم میشه دست گارد. اگه پای راسته دست راست میشه دست گارد. حالا میخوایم دو خم بگیریم. دست پشت باز و حریف، یکی دست هم پشت سری حریف، گردنش. بعد پوز میکنیم. بعد ما جلو یه جلو دو خم بگیریم تا اینجا. این پا هم اینجا کد. حالا برای دفاع دو خم وقتی میاد زیر بگیره باید خیمه بده. من زیر میگیرم اون خیمه بده. 1 2 3 کامل. حالا تو دو خم بگیر. نبی باید کو دست بده گردن حریف بده شدن. این بشه خیمه. حالا یک دفاع هم